بشک سیاستمدار و پارتیین سیاسی باکوور کردستان جبر روشان نباش یا لباشور کردستان دلگرانن دمک کل باشور کردستان قیرنک سیاسی و دارای هیا او راشا خراب یا باشور کردستان جالی کردن همو دنیای و به بالداری تشوپاندن. سروک پارتی آزادی کردستان پاک مصطفی اوزچلیک جه اشکره کرد که هندک آلی دخوازم پیش سرخبون کردستان بگیرن او آلی آلیوزین هی جبو خواه که در فتک دبینن. براستی او پرسکریکا که به ناو پرسکریکا سروکاتیا هرم او چند دمه که مناقشه کردن بیام پرسکریکا چیکریه سونیه که نه پیوستیا ملت کردگل کردستانیه لباشور کردستان دمک حساس شرکی دجوال هم بری داعش تمشاندن دشمنان کردستان گش چه عالیه آبوری چه عالیه سیاسی چه عالیه عسکری دخوازن کردستان تیک بدن و دست کفتنا لباشور یا فدره دخوازن تیک بدن دمک واده دوی حساستر هزن سیاسی و نتویی حساستر مسئله بنارم بیامه سروک هریم رزدار مسعود برزانی ایرو جبو کردا دست کفتنه که حبوناوی سیاستمدار کرد و نوی شیخ سعید دیادین فراجی برای رودا و بانک همو عالی باشور کردستان کرد و گفت دوی همو عالی به برپرسیاری تو بگرن و دل دژمن کردستان خوش نکن. باشور کردستان اف چند روزی مهیداوی لودریجی دخوازن تفدانی کی چه بکن یعنی دوی کی سازی کی هبه سازی کی یعنی به حقوق به محف به قسازی تو نبجوی چیتره یعنی سازی که لودری حوجه که به سیاست به آخفتن به دیالوگ اگر یکی کو نباش نکری ایشه کی وره بیا به قصدان به دیالوگ چه بکن به تقین و به شر و به سلاح و تو انجام نایگرتنه یعنی بشک زده همولاتین باکوور کردستان جی برای چاپمنی جواکی داخواست جبو آرامی باشور کردستان دکن و دبیجن دوی رینه هیدان که آلوزین ای باندوره که نباش لسر معنویات پیشمرگین کردستان بکه. باشور کردستان گلک جاران جبو کردیم باکور روشهلات و روژاوا دبستارگهک ابتایبتی جی دم اپراسیون کجکه ده سیاست مداریم باکور کردستان جبر زخت و زورداریا دولتا ترکیه بر خدابون باشور کردستان نهاجی بشک سیاست مداریم باکور جبر قیرانا سیاسی و آبوریا باشور کردستان او هر وها آلوزین و دیمایی که خمگینیا خود تینن زمان او دبیجن دویج بو چارسری رین دیالوگ وکری بن. شوکت ترکی رودا انقره